سلام بچه ها، امروز اومدیم مایکرافت 21 پارت 2 شو به شما یاد بدیم و بچه ها به این ویدیو 10,000 لایک بیاد. میخوام مود هاردکور رو بازی کنم. اسکینم یه ایرورشون بچه ها. اینجا این دیگه چه قدرتیه؟ الان الکس دیگه ایرور شدش. واو بکنم قدرت ایرورین واقعی دارم بچه ها. خب حالا بچه ها امروز اومدیم ادامه این ویدیو رو هم بکشیم. اگر دوست قسمت سومش هم بیاد حتما لایک سابسکرایب یادتون نره واقعا. خب حالا چیز کنیم، اینو درست کنیم. کجا بودیم؟ اینجاست. یادتون میاد که اینجا کرافتینگ تیبل اتوماتیک بود، هنوزم داره اسپام میکنه. عجب چیزیه. خب حالا بزن بریم به مرحله بعدی. خب اینو وان شات کنیم مال. نتونستیم بکنیم وان شات. خب بچه حالا آموزش بعدی میخوایم بریم. یه دونه بلاک هست به نام بلاک توف و تازه نمیدونم چرا بلاک توف گذاشتن اسمشو. خب کجاست توفی؟ این بلاک توفه. الان این بلاک اصلا قبلا به دردی نمیخورد بچه ها. تو مایکرافت 1.19 یعنی از 1.16 تا 1.21 این بلاک در مایکرافت هست و هیچکی استفادهش نمیکنه این بلاکو. ولی حالا که هیچکی استفاده نمیکنه، حالا موجان یه دون تو مایکرافت یعنی آپدیت 1.21 چند تا بلاکی درست کرد از بلاک‌های توفونه و من از این به این بلاک‌ها دیگه عاشق شدم. یعنی دیگه سروایول باشم حتی 10,000 لایک بیاد گفتم هاردکور بازی میکنم، از این بلاک‌های توف باید 100% بگیرم. و اصلا هم نمیدونم چرا بلاک‌های توف میگم. ببین حتی صداشون رو ببین، صداشون هم خیلی چیزه. این صداش این توفه واقعا. نه برای این دیگه یکم متفاوته. و از این میتونید خانه و اینجور چیزا درست کنید. و بچه ها فردا روز مهمیه، یعنی فردا بهترین روزه، چون که فردا میخوام حساب دیسکورد رو باز کنم. بله دیسکورد میدونید که چیه بچه ها. دیسکورد یه برنامه‌ای هست که این تلگرام دیگه. میتونید خودم هم نمیدونم اصلا. گیمرها اینو نصب میکنن و با هم دیگه سرور درست میکنن و بازی میکنن. حتی اگر اینو نصب کردم شما میتونید با من مایکرافت بازی کنید. حتما هنوز که حساب دیسکورد ندارم متاسفانه، فردا گفتم دیگه. خب وقتمون تلف نکنیم. و بچه ها اینه که الان میبینیم بلاک های توفه، همش هم بذاریم. همش که ندی الان که میبینید اسمشون به اینجا نوشته توف، همشون توف. چرا اسمشون رو توف میذارن اصلا نمیدونم خودم. خب حالا بچه ها اینجا رو ببینیم دیگه. اینجا شابلون های زره رو که میدونیم در مایکرافت 1.20 شابلون های بچه ها من ویدیو رو استاپ میذارم. ویدیو قبلی رو دیده باشید. این اتفاق همیشه میافتاد، با همینم باید یه چیزی از گوشیم پاک کنم دیگه. خب بچه ها بالاخره تو بازی اومدیم. تو بازی اینقدر برف میومد. خب حالا بچه ها میگفتیم که در مایکرافت 1.20 شابلون های زره اومد و این شابلون های زره جاهای مختلف میتونستیم پیدا کنیم. این اولین شابلون زره رو میتونستیم تو ندر پیدا کنیم. این یکی رو کجاست؟ این یکی رو میتونستیم تو شهر واردن پیدا کنیم. واردن و شابلون زره‌ای که من بیشتر دوست دارم این شد، این شابلون زره واردن. بچه ها تو کامنت ها لطفا بنویسید شما از کدوم شابلون های زره خوشتون میاد. تو کامنت ها بنویسید و اسپان کنید. خب اینم که از کشتی خراب شده میتونید پیدا کنید. خب
و اینم که میتونید از اند پیدا کنید اینو. و اینم که از ندر دوباره. اینم که تو دشتا این چیزا میتونید پیدا کنید تو دشتا. بعد اینا رو دیگه نمیدونم، ولی اینا همون جای مخصوصی که گفتم این چیزای یه جایی که 5% پیدا میشه، این دوتا پیدا میشن. یعنی شابلونای زره جدید اومدن تو مایکرافت و میخوایم اینا رو تست کنیم. الان تست. خب حالا اینا رو میگیریم، الماس زره هم میگیریم. خب زره هم گرفتیم دیگه. خب اینو میذاریم. اینو اول با این میخوام شروع کنم. این دیگه چی واقعا؟ بچه ها نمیدونم، این یکم این بدیش کنم، ولی بعضی آدم ها میگن این دوتا شابلون زرهی که جدید اومده یکم بدن میگه شکلشون، ولی واقعا بدن ها اصلا طرز شکلشون اصلا خوب نیست. خب حالا بعدی. خب اینو میذاریم. بچه این دیگه خوبه یکم. بس ببینید هلابراینی که شابلون زره درست میکنه. و بچه های بیش از 10,000 لایک بیاد تو مود هاردکور میخوام تو سید هلابراین برم و تو اون سید بازی کنم و قسمتی هم باشه شاید، ولی واقعا میگم نه جدی روی قولم میمونه. خب حالا بچه ها اینا رو هم که به شما یاد داده ایم. خب دیگه کجاست این زرنرم در بیاریم. وای من دیگه یه بار دیگه باید چیزی پاک کنم. بالاخره درستش کردم بچه ها. حالا خب بچه ها، حالا این بلاک هایی که من میخواستم به شما بگم کجا بودن. خب بله بچه ها، امروز اومدیم که چند تا بلاک رو ببینیم. یه دونه بلاکی هست به نام اسمش هم نمیدونم اینجا چی نوشته، من که انگلیسی نمیدونم آخه. اون بلاک اسمشو میدونستم، اسم اون بلاک توف بود، ولی اینو نمیدونم دیگه چی نوشته. کوپو. بچه من قبلا شنیدم که ترکیه به این باکر میگن. بله اسم خنده‌داری میدونم و منم ترکیه کم میدونم، یکم هم که نه. به این ترکیه میگن بلاک باکر، ولی انگلیسی ها نمیدونم چی میگن و فارسی ها. و این بلاک قبلا یکم استفاده میشد، یعنی 99% انسان ها اینو استفاده میکرد. 99% دیگه 1 میلیارد. آقا من همین چی از گوشی باید پاک کنم دیگه نمیشه. بچه ها بالاخره دیگه درست کردن. والا دیگه این اتفاق دوباره بیفته همه چی گوشیمو پاک میکنم دیگه واقعا. خب بچه حالا اسم این بلاک ترکیه میگفتن باکر. حالا این به چه دردی میخوره؟ 99% انسانی اینو استفاده میکردن میگفتن، یعنی خیلی کم. دیگه 1 میلیارد درصد استفاده میکنن، چون که اگر اینجا برید قسمت چی اینو باز کردید. حالا اینجا رو ببینید، بلاک‌های جدید، درهای جدید اینجا رو ببینید. پشمام، واو مای گاد من. خب حالا بچه اینجا رو ببینید. این فکر میکنه یه دونه بلاک معمولی دیگه اینو، و یه دونه دکمه گرفتیم. دکمه یه دونه دکمه گرفتیم. حالا گذاشتنم صداشم خیلی عجیبه. ببینید دیدید؟ خب حالا بچه های این یه دونه چراغه و با چراغ معمولی یکم فرق داره با چراغ. ببینید
اگر این چراغ‌های معمولی رو روشن کنیم دوباره خاموش میشن، ولی اینو دیگه روشن کنیم تا ابد هم اینطوری روشن میمونه و دیگه خاموش کنید دوباره میتونید روشن کنید تا ابد. و به نظرم بهترین بلاکی که تو جهان دیدم اینه، چون که راحت درست میشه. اینو باید کل وسایل بگیریم معمولیه رو، ولی میتونیم بریم معدن. این معدن چیه ترکیه بهش میگن باکر، خیلی هم راحت پیدا میشه. از اون میگیره از این چراغ درست میکنیم. مشکل چراغمون حل شد. الان کسانی که ماینکرافت بازی میکنن و مشکل چراغ دارن، کمبود چراغ میکشن، حتما این ویدیو رو نگاه کنن. خب حالا اینا همینطوری روشن بمونن. خب عالی، اینجا رو ببینید صحنه رو. اوه مای گاد من. خب حالا چند تا بلاک دیگه داریم. یکیشون هم که نه چیکار کردم، یکیشون که از این بلاک خیلی راحت درست میشه. اینم که دراش اینجور چیزا. بچه‌ها اینو خیلی این بلاک مورد علاقه‌ام شد واقعا. من قبلا اصلا از این بلاک‌های بکر اینجور چیزا استفاده نمی‌کردم دیگه. سروایورم باشم از این بلاک‌های توف و بکر استفاده میکنم دیگه. چاره ای نمونده، همه چیزای گوشیمو پاک میکنم، حتی عکسای خاطراتیمو. بچه‌ها دیگه چاره ای نگذاشتیم ماینکرافت واسه من. بچه‌ها واسه شما خاطراتم کلا پاک کردم دیگه، عکسامو اینجوری چیزا رو. واسه اینم لطفاً واسه این ویدیو لایک کنید، لطفاً به ذهن مادرتون لایک کنید. خب اینم که خراب کنیم. خب حالا بچه‌ها اینا این شیشه است، ببینید صداش این شیشه نیست ولی این شیشه ماننده. ببینید چقدر خوشگله. با تبرم میتونید تمیزش هم کنید. ببینید خودتون که میدونید دیگه. بهترین آقا دیگه معلوم شد. من دیگه تا ابد از این بلاک ها استفاده میکنم دیگه. نه از این بلاک استفاده میکنم چوب، نه از اون بلاک چوبا دیگه. فقط توف از این بلاک های باکت و اسلپ هاشو ببین. او مای گاد. فقط چطور باید تمیز کنم؟ پس اینطوری باید تمیز کنم. اوه دراشو ببین پشمام. باز شدن در رو ببینید صداشو. اوه سری هم کنید خیلی خوبه. او مای گاد. بچه من تو هاردکور اینو استفاده میکنم واقعا. چاره برفاسه من نگذاشتیم ماینکرافت 1.21. خب حالا بچه اینا بلاک های جدیدمون بود. اینا یکی از بلاک های جدید ماینکرافت ماست و اینا که خیلی آسان به راحت درست میشه. یعنی فقط خیلی باید از این معدن باکر پیدا کنید. خب حالا بچه ها تو ماینکرافت اون جایی که 5% پیدا میشه رو همین الان میخوام به شما نشون بدم، ولی ثانیه ویدیو 14 دقیقه شد بچه ها. من دیگه نمیتونم تو یوتیوب چیز کنم، بندازم این ویدیو رو، چون که 14 دقیقه شد. پس فردا قسمت سومشو میخواید 10 تا لایک بزنید، 10 تا لایک کنید. بعد این ویدیو رو میخوام بفرستم تو یوتیوب. یعنی 10 تا لایک بیاد قسمت سوم این ویدیو میاد. پس بچه ها لایک سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ.